سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستای عزیز، کوتالی را که میبینین، این کوتال به نام کوتال شمس‌الدین یاد میشن. این کوتال مرز بین ولسوالی جغتو و ولسوالی ناور در ولایت غزنی است. این کوتال در سابقه بسیار خطرناک بوده که عبور و مرور برای هموطنان عزیز ما سخت و دشوار بوده در زمان و حالا این کوتال ترمیم کاری شده و عبور و مرور هم برای هموطنان عزیز ما مسهل شده. و دوستا، کسایی که از این کوتال سفر کردن میشه که خاطرات خود در کامنت ها بنویسن که چطور بوده سفرتان از این کوتال، آسان بوده یا سخت. کسایی که خاطرات دارین لطفا در کامنت ها خاطراتتان رو بنویسین. و دوستای عزیز، اگر میخواین که ویدیوهای بیشتر برای شما نشر کنم، لطفا ما را حمایت کنید و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا در آینده بتونیم ویدیوهای خوب و ویدیوهای بسیار مقبول از ولسوالی ها و ولایت های مختلف افغانستان برای شما به نشر برسونیم. حمایت شما برای ما انگیزه و تشویق گیر میده که در آینده بتونم ویدیوهای خوب و ویدیوهای عالی برای شما تهیه و نشر کنم. تشکر.